یکتش مثلا کافر باشد یا یکتش مرید لحم باشد. مثلا مرید لحم گفته فقط میگه من گوشت میخرم، نیت قربانی نداره، 6 نفر دیگه هم قربانیش باطل میشه، بیکار میشه. بعد از نماز شما چی هست که میتونید قربانیاتون نکنین در شهرها، اما در کوهستان و قشلاق جاهای دوردست صبح که دمید میتونن قربانیشون بکنن، اما از شب یک روز پیش قربانی درست نمیشوه، و فقط یک صدقه میشه و قربانی نمیشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما با همین گروه های آوانتور آمدیم. شما در همتون در پیشنهاد میکنیم همین گروه را. شخصان میخواهند که به حج فرضی یا اینکه عمره بروند، پس برای شما شرکت آوانتور را توصیه میدهیم. خوبی این شرکت در این است که راهبردان با زبان تاجیکی گپ میزنند. از همین سبب بسیاری تاجیکان سالهاست با همین شرکت حج میکنند. مشتریان را با تمام شرط و شرایط و اینچنین مهمانخانه‌های زمانوی که نزدیکی عبادتگاه است تأمین میکنند. جایهای تاریخی، سیاحت براحت و اینچنین شرط و اصولهای حج را برای شما با زبان تاجیکی میفهمانند. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستات، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید، داروی های گیاهی لازمه را توصیه میدهد. در این باب فقط باید که مقصد قربانی داشته باشه. اما از دیگر جانورایی که حلال هستند شریعت رخصت نداده. مثلا اسب قربانی کرده نمیشه، آهو را قربانی کرده نمیشه، یا مثلا بزی کویی که شکارش میکنن از اونجا برای قربانی کرده نمیشه. فقط از همین چیزایی که نمبر کردیم، بز و گوسفند و گاو و شتر از همین قربانی کرده میشه، دیگر چیزا نمیشه. یا که از مرغ نمیشه و از اینا قربانی کرده نمیشه. قربانی کردن وقتش بعد از نماز است. الله عزوجلال در سوره کوثر بیان میکند که فصلی لربک وانحر. فصلی لربک، اول نماز بخون برای پروردگارت، یعنی نماز عید بخون و وانحر، بعد یا قربانی کن. ما نحر میگیم ذبح. نحر گفته یعنی شتره از گردن بریدنه. شتره به مثل گاو و گوسفند از مکش نمیبرن، بلکه از گردنش از سر سینه‌اش جدا میکنه، اینو نحر میگن. اما از تگ مک بریدن ذبح میگن. خب فصلی لربک وانحر، بعد از نماز شما چی هست که میتونید قربانیاتون کنین در شهرها، اما در کوهستان و قشلاق جاهای دوردست صبح که دمید میتونن قربانیشون بکنن، اما از شب یک روز پیش قربانی درست نمیشوه، و فقط یک صدقه میشه و قربانی نمیشوه. قربانی به گردن کسی واجب است، حتما باید بکنه. قربانی ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم آنچنان یک وعده نیکو داد که با اولین قطره ای که از گردن خونی همون قربانی در زمین میچکه، تمام گناه های اهل خانواده و قربانی میکردگی بخشیده میشود. السلام علیکم به همتون، در جنو که جنو همتون به عید آمدگی عید قربان مبارک. به هم رحمت به همتون که مرای قدسگیری کردین. مستی مروسی گردای خواهد که جنو همتون خیلی میبینید، مستی مرا در روی اکران نمیبینید، نمیبروید. ما میخواهیم که همی فرزمون در میدنی و عذاب نکشد. شکرانه پروردگار میکنم هیچ کس خدا به این کسر گرفتار نکند و در جانا. شکرانه میکنم ای پروردگار، در دل پروردگار با پروردگار. عید قربان اومده سر قربانی میکنه، خیلی دمو خیلی نیتری و دمو دستشون دراز کنن، التماستون میکنم دو در جانا. در نمیت ادمای نبترید نیازمند شما دستونه در روز که به حد سوابه برم در قطعانه که دانم شوی نکه برم. خدا چی مشکلی داریم با مشکلات هم برستانه، خورتان نکند و در جانا در کجای باشین. کسانی که ما را میبینه در روی اکران دگون آدمی دست بخیر بود پرتویش ما را ببینم خیر، امی فرزندی مرا خیال دستگیری کنیم، التماستان میکنم. با اولین قطرش همه سعی و خطا و گناهی خانواده بخشیده میشه.
به عدد هر یک پشمی که در تنه او گاو و گوسفند است آدم قربانی میکردگی اجر و ثواب و پاداش میگیره. این قربانی چی است؟ برای ما سواره ها میشن در روز قیامت که در او قربانی کردگی سوار میشه و پول صراط میگذره. خب قربانی را فقیه ها 3 تقسیم کردن. مثلا 3 قسمت میکنی قربانی تا. یا حصهش صدقه میکنی بر کم بغل و بیچاره و بینوا یا خشتبار و همسایه‌ات باشه، یا حصهش صدقه میکنی، یا حصه دیگه در دیگ میاندازی برای مردم مهمان میآمدگی میرفتگی میخوردگی، یا حصه دیگه در خلادلک ذخیره کرده میمونه. این حکم مستحب است، شرط واجب نیست، مستحب است که همین طریق بکنی. اما اگر به شرطی که انسانی که صاحب عیال است، مثلا در یک اویله کلن است و دختر است و بچه هست و نبیره است که اویله کلون هستن، همون هیچ کدامش صدقه به یگان کس نکنن، میده کرده خودشون بخورن قطع مهمانشون یا ذخیره کنه قیلش کنه خوردنشان بگیره. اینم چی است؟ درست است، یگان باکی نداره. این در بابی قربانی است که باید ما و شما وقتی که صاحب نصاب باشیم قربانی کنیم. و قربانی کردن البته که باید که عاشقانه باشد. حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند دلبند شد بود برای قربانی کردن. و ما یک گوسفند یک حیوان میبریم قربانی میکنیم، گوسفند باید که سالم باشد، چقدر چاق باشد، فربه باشد، کلام باشد. گوسفندی مثلا کور و لاغر، شل گنگ، شاخ شکسته و گوش بریده و دم بریده و خیلی مثلا که وقتی که یگان کمبودی و نقصان کلام داشته باشه، این قربانیش درست نمیشه. قربانی باید که عاشقانه باشه. بهترین همون نمودش بخره و قربانی کنه. خداوند قربانی های همه و شما رو در بارش قبول کنه و الله عزوجلال با برکت عیدی می آمدگی الله عزوجلال سرزمین تاجیکستان عزیزی ما و شما رو پرفیض با برکات بگرداند و بلاها و آفتها رو برداشته نیست نابود بگرداند، تینجی و امانی را حکم بکنه. و این بیماری که امروز در سراسر جهان است الله عزوجلال مخصوص از سرزمین ما از سر تمام مسلمان های دنیا برداشته نیست نابود بگرداند. اللهم اوصلنا الى جمیع مقاصدنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم یا محول الحال والاحوال حول حالنا الى احسن الحال برحمتك یا ارحم الراحمین. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. یعنی در بابی 10 ذوالحجه که 10 ذوالحجه که بیان شد درجه بعضی و پرسیدگی هستن، همین 10 ماه ذوالحجه عید قربان است. اما از 1 ذوالحجه تا 10 پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت حضرت ابن عباس است میگه که ما من ایام رسول اکرم میگه نیست از روزی که عمل صالح در او دوست داشته‌تر است به سوی پروردگار از همین ایام. از همین 10 روزی هسته که از عید دیگه ثواب زیاد هست که نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که یعنی ایام 10 همین 10 روزه بدگی. قالوا یا رسول الله، گفتن یا رسول الله آیا جهاد فی سبیل الله از عید بهتر است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که نه، لا ولا جهاد فی سبیل الله الا رجل خرج بنفسه، مگر مردی که خارج شود به نفسش و مالش، فلم یرجع من ذلک شیء و نگردد از ذلک به شیء. یعنی در همین روزی 10 که در سوره فجر هم خداوند جل جلاله بیان کردگی است ولیال عشر، یعنی در همین 10 هر یک عملی که داریم تسبیح میگیم، تهلیل میگیم، مثلا تکبیر میگیم، خیر صدقات میکنیم، خب روزه میگیریم، همون قدر اجر ثوابی پاداش زیاد دارد. ایده در روایت بخاری حدیث ابن عباس روایت کردگی است. دیگر در روایت مسلم آمدگی است در باب روزه‌ای که مخصوص در روزی عرفه است. یعنی عرفه یک روز پیش از عید قربان یوم عرفه میگن که این حدیث حضرت ابی قتاده رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند که قال سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن صوم یوم العرفه قال یکفر سنة الماضیه والباقیه. در روایت مسلم اومدگی از ابی قتاده میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن از روز عرفه، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت 1 ساله گناه گذشته و آینده بخشیده میشود. یعنی روز عرفه یک روزی پیش از عید قربان. مثلا عید روز جمعه است، روز پنجشنبه ما روزه میگیریم.
انا همین روزه یک ساله گناه گذشته و آینده ما بخشیده میشد. قدر اجر ثواب پاداشی بزرگ دارد. و دیگر از امون روز پنجشنبه یوم عرفه تکبیر تشریق سر می شود از نماز بامداد، یعنی در 23 وقت نماز. مثلا روز جمعه عید است، روز پنجشنبه از بامداد سر میکنیم. بعد از نماز فرض که سلام داده میگیم الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. باید که در خونه زنها مونم بگیم که تکبیر تشریق گفتن میرن. بعد 5 وقت نماز بعد از فرض عقیب کل فرض ادیه به جماعت مستحبتین. خب روز پنجشنبه میشه 5 وقت، روز جمعه 10 وقت، روز شنبه میشه 15 وقت، روز یکشنبه میشه 20 وقت، روز دوشنبه تو نماز عصر بامداد پیشین عصر را تمام میکنیم. در همه 23 وقت نماز همه تکبیر تشریق گفتن واجبه. تکبیر تشریق همه الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. خاص در باب تکبیر تشریق با خیلی موضوع زیاد است که حضرت جبرائیل از سخنش، حضرت ابراهیم از سخنش، حضرت اسماعیل از سخنش که قصه‌اش بسیار از آدمای مثلا که موعظه میکردگی و بسیار شنیدگی هستیم.